دختر افغانی، کسب علم فرض عین است بر ما هم مسلمانی. بگذارید که تعلیم کنیم، ما هم آینده داریم، امر خدا به جا آریم، ما هم به این ایمانیم. میخواهیم به مکتب برویم، دختر افغانی، کسب علم فرض عین است بر ما هم مسلمانی. اگر به مکتب نرویم، در تاریکی میمانیم، از علم دین و دنیا ما دور مانده، باز نادانیم. بگذارید به مکتب براییم، ما هم مسلمانیم، مثل بی بی خدیجه و عایشه و فاطمه، مشتاق به دانش هستیم و ما همگی انسانی. بگذارید به مکتب براییم، ما همه انسانی. هر کس که شود مانع ما، جواب گوست به یزدان، ما به قرآن ایمان داریم، ما پی روی قرآنیم، ما پیرو روی قرآنیم و ما همه مسلمانیم. ما تا چی وقت در زندان جهالت اسیر هستیم؟ قفل مکتب را خود باز کن، یا رب ما ناتوانیم. میخواهم به مکتب بروم، میخواهم به مکتب بروم.